حاضر ما با اکای اهل دین زنگ میزنیم و با وای گشتم میگیم که اکاجان ما جونی بگستم یک مگزین خوراکواری هوی کردیم و زیاد میخوام که شما همین مغازه مرا رکلام کنین که میبینیم که رایگان میکنه. اگر رایگان رکلام کنه شاد میشویم، اگر بگه رایگان نمیتونم ایسه بکنید دوستانی عزیز انتظار بشه. اکای اهل دین در فیلم خسری من بازی میکنه، شاه مراد نام داره، در فیلم زندگی چقل نام داره. نه صورتش ایسا یک هنرمندی سرتلان پرهنر، من خدمت من مخلص شم. نمیدونه که من زنگ زدیسم فوتوگراف. سلام علیکم. سلام علیکم. اکا اهل دین چخل شما؟ ساز خوب، سلامتی خوب؟ نه شخصی اکا کارو خوبه. رحمت اکا جان، من جانی بیگ هستم اکا. جانی بیگ؟ جانیک. او شخصی کارو خوبه. شکرانه خدا اکا جان. همین یک خدمت بده که من همین یک مگزین روی کردگیم اکا نو کال بیزنس سر میکنم، نصیب باشه همین هفته که شده شویشه همین را میتونی اکا جان ما یک رکلام کنی رایگان مقصد آمده. همه کیو چی دارم کنی؟ جانیک رژیسور همین یک مگزین روی که هستم اکا جان مقصد خوراکواری همین را میگم روزی که شده شویش میتونی بیا رکلام رایگان کنی. مالی میبینم که شده شوی مگزین روزی دهم یکی ما اما یعنی اگه نمایش اگه شنا باشه انشالله می اکا اهل دین جان زنده باشی، سلامت باشی. یک برنامه دارم که با اهل هنر ثبت میکنیم، خواستم شما را هم در همین برنامه یک زنگ زده بسنجیم اکا جانی ما. نه که قند تفضه بهترین انسان من خودم میدونستم که نه نمیگو اکا ما باز ما در ثبت برنامه بودیم اکا اهل دین جان. هزار احمد اکا ما خداوند نگهبانت باشه، مینه دارم زنده باشه همیشه هم خیلی خاکسار باشن. مقصد آدمای کمبیزات هم خیلی دستگیری کنه گپ نیست که ما مینه دار. خوب اکا سلامت خوب. به خدا قسم دوستان عزیز نمیدونست اکا اهل دین که من زنگش میزنم. کسانی که رکلام در کار حساب ما یگان بیزنس داشته باشن، یگان فابرنیک اتمی، یگان بیزنس هایی که کارشون کارهای حلال باشد، من خدم در لیست که من مراجعه کن خدم خوش رو بالغ صحنه رکلام میکنم. اگر خواهی رفته از نزدیک رکلام میکنم، فقط چیزایی که چیزاشون کارهای حلال باشن، چیزای مشینیکی نباشن، در صحیفه من مراجعه کنید خدمت اومده رکلام میکنم. خود در استوریو اینستاگرام تیک توک رکلامش میکنم یا در تیک توک اینستاگرام در پوبلیکاسیونش مقصد. اکای اهل دین دیدین چقدر یک انسان خاکسار انسان زمینی بوده. اما قطعی اکای اهل دین در چند فیلم کار کردگیم اکا گفتیم که بسنجیمش که میتونه مقصد دستگیری کرده رایگان راضی شید. دوستان عزیز باقی زنده و سلامت سربلند باشین. ویدیوهای نو به نو رو انتظار بشه. خداوند نگهبانتون باشه.